یکتاست مانند وطن، مهر گرمش ریشه پیوند وطن. الله‌هایش پیک فردا می دهند، پیک فردای فرهمند وطن. خانه طفلی ما را هر سحر پر کند از دود اسپند وطن. مادرم بر خاک پاشد تخم گل، می شکوفد باغ لبخند وطن. بار اول روی بازوی پدر، پیکرم پی برد پیوند وطن. او مرا پرورد با خون جگر، تا شوم روز جگربند وطن. این یکی از مهرنامه شاعر جوان و موفق بزرگمهر بهادر در وصف و منزلت وطن است که خواننده را به عالم خودشناسی و خودآگاهی هدایت می کند. بینندگان عزیز، در برنامه نوبتی پیراهه سبز به شما درباره فعالیت و ایجاد این ایجادکار جوان معلومات خواهیم داد. با تلویزیون تاجیکستان باشید. شعر برای گذشتگان ما همچون یک ارزش مقدس همیشه مورد پرستش و مورد آموزش و تحقیق قرار گرفته بود و اونها شعر را نه تنها واسطه تنها تصویر کردن حالتهای روزگاری یا تصویر کردن حالت باطنی خود، بلکه برای معرفت زندگی و معرفت فراتر از زندگی، اگر رویم برای معرفت این دنیا، برای معرفت حتی پروردگار هم شعر را همچون واسطه قرار می دادند و همیشه نیاز به همین شعر در باطنشان وجود داشت. و امروز هم که ما وارثان چنین بزرگان شرفمند هستیم، ما هم روی نیاز آوردیم به شعر، چون به قول شاعر بس که کام تاجیکان را با سخن برداشتند، کام ما را که با سخن برداشتند، پس همیشه در طینت ما، در وجود ما یک نیاز خواهش برای همین شعر وجود دارد، زیرا این شعر است که ما را به زیبایی هدایت میکند، به دوست داشتن زندگی، برای دوست داشتن انسانیت، برای صلح و آرامش هدایت میکند و چند ویژگی های دیگر را هم دارو است. ما شعر را دوست می‌داریم، ما شعر را همیشه با خود نگه می‌داریم. حتی تصور کنید که در روز عزا، در روز ماتم حتی مرثیه خوانی میکنیم، یعنی که فرزندان همون مرحوم یا که نزدیکان و پیوندان همون مرحوم با زبان خود، با اون لهجه و شیوه خود شعر میخوانند. اون همه گریه، اون همون ناله و فغان، اون همون شعر است. یعنی که ما با شعر نفس میکشیم و شعر، من فکر میکنم زیباترین حالتهای زندگی را یا که محزونترین حالتهای روزگار را، فراموش ناشدنی ترین لحظه ها و دقیقه های روزگار را ثبت کردن است. توسط اون نظم و نظامی که در شعر هست ثبت می شود و برای آینده ها انتقال می یابد و آیندگان چون اون شعر را می خوانند خودشان را در همون حالت در می یابند، زیرا که زندگی روزگار تکرار هاست. در اون حالتی که من بودم، در اون حالتی که ما و شما بودیم، شاید یک نفری هم در همون حالت بوده است و از همون شعر همون چیز به خود میگیرد و از همون شعر بهره میگیرد و اون شعر خواه و ناخواه زمزمه میکند، زیرا این شعر حالت روزگاری است، با درد او برخورد میکند. ادبیات هر لحظه در هر مورد نیاز به نفران دارد که آن را تکمیل دهند، پیش برند و کاری که بزرگان کردند دیگران ادامه دهند. نفرانی که برندگان این راه می شوند، ادامه دهندگان این راه می شوند، آنها باید نفرانی باشند که قبل از همه رسالت خود را در همین راه اجرا کرده توانند مسئولیت را به دوش بگیرند و مطمئن باشند که این راه سخت سنگین را با دشواری طی میکنند. امروز نیز ما نمیتوانیم همه چیز را کنار بگذاریم و صرف نظر کنیم و امروز وقت از ضرور است که یک عده جوانایی که واقعا به ادبیات ما وارد شدن و از این زاویه میخواهند ادامه دهنده این راه باشند، نمیشود اونها را صرف نظر کرد و این الکی در سخنرانی های استادان و محبت مهربانی و غمخواری های آنها پیوسته تاکید میگردد که جوانان باید تربیت کرده شوند و امروز
باعث خوشبختی است که یک توده جوانان به واسطه پیشبری ادامه دهنده همین راه هستند و خدا کند که آنها در این راه اقبال بیابند. از این قبیل میتوان طالب لقمان و این سه بزرگمهر دیگر که حاضر عین حال درباره یکی از آنها سخن میرود، بزرگمهر بهادر، بزرگمهر حکیم و بزرگمهر تاج‌الدین، شابگی ملک شاه و دیگر جوانایی که امروز در راه شعر قلم فرسایی میکنند یادآور شد. هستند افرادی که عمر شعر میگویند ولی هنوز نتوانستند با شعر کنار بیایند یا انس بگیرند، با کلمات دوستی پیدا کنند. این بزرگمهر بهادر از همون آغاز توانست دست به دست کلمه ها بدهد، با کلمه ها دوستی پیدا کند. و من در یک نقد ادبی خود گفته بودم که از من سوال شد شعر چیست؟ من گفتم شعر رقص با کلمات است. یعنی بزرگمهر بهادر اندک اندک در رقص شعر توانا می شود، می تواند با شعر همدل بشود، با شعر کنار بیارد و درست موضوع را ببیند و این درست دیدن، سلیم دیدن نکته بسیار مهم است در کار هر ایجادکار. یعنی اگر از نگاه تحقیق و پژوهش آثار بسیار از افراد را که از جوانی شعر گفتند و امروز به سین سال یا 70 یا 80 رسیدند ما برشته تحقیق بکشیم یا پژوهش بکنیم آغاز آنها چگونه بود و متاسفانه در همون سین سال هم شعر آنها در یک پایه قرار دارد. اما این ایده جوانان که از شروع شعر خود به دل انگیزه میبخشند، یعنی وقتی خواننده یک مصرع، یک بیت از آنها را مطالعه میکند، میخواهد نمیخواهد با شعر آنها انس میگیرد. یعنی امروز شما در یک کوه بلند اگر باشید، ریگ‌های فراوان را یا از دریا که از کوه جاری میشد بپالایید که از میان ریگ‌های فراوان یک ریزه طلا پیدا کنید. متاسفانه این پیدا کردن ریزه طلا در میان این همه انبوه صدای شعر که امروز به گوش ما از هر طرف میرسد و همه جا ادعا هست، دعوای شعر است، دعوای شاعری هست، همین پیدا کردن طلا پاره، طلای اندیشه، طلای معنی بسیار مشکل است. خرسندی آور آن است که در آثاری و در نوشته های بزرگمهر بهادر با اون همه جوانی ما در هر شعر او یک ریزه طلا را میتوانیم پیدا کنیم. بزرگمهر بهادر پس از ختم مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 51 دهه غزنترک ناحیه دیوشتیچ سابق ناحیه قانچی سال 2009 به فاکولته زبانهای شرق دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده داخل شده آن را سال 2014 با اختصاص سخنشناسی ختم نموده است. سال 2012 در ماهنامه استقبال فعالیت مهنتیش را آغاز نموده از سال 2014 این جانب کارمند روزنامه جمهوریت می باشد. شعرهای بزرگمهر در ماهنامه های استقبال، صدای شرق و پیام سوخت چاپ گردیدند و اینچنین نمونه اشعارش در تذکره ادیبان قانچی، مادرنامه و دیگر مجموعه های دست جمعی نشر شده پیشکش هواداران گردیده است. سال 2016 مجموعه اولین او تحت عنوان همبال ترنه‌ها با سرسخن شاعری ورزیده رستم وهاب دسترس خوانندگان گردید و سال 2017 به عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شد. ادبیات اصلا برای تربیت انسان است. هر کسی در ادبیات خود را عجین میکند، با ادبیات پیوند میخورد، زندگی او همیشه رنگ زیبا دارد و سرشار از نکهت است، محبت است. همین است که هزار ساله هاست ملت ما این رسالت خود را در پیش بشر و تاریخ اجرا کرده است و خرسندی آن است که امروز هم همان پیگیر، همان سبقت که در قرنها ادامه داشت به دست نسل جوان رسید و خرسندی آور است که یک عده استعدادهای جوان همین سال در سال جوانان از طرف اتفاق نویسندگان
به عضویت پذیرفته شدند. من با اطمینان میگویم که همه آنها استعداد بسیار خوب، رسا و زیبا دارند و ادبیات ما انتظاری های بسیار فراوان در آینده از آنها دارد. یعنی نظر چنین رایج شده بود که نسل بزرگ در ادبیات بخصوص در شعر معاصر تنها باقی مانده است و سر و صدا از جوانان نیست. یعنی صدای جوانان، شعر جوانان شنیده نمی شود. خب خوشبختانه این نظر باطل برآمد و آن گروه جوانان که به عضویت پذیرفته شدند، یک تن از ایشان دادر عزیز ما همین بزرگمهر بهادر می باشد که هنوز از آغاز که او شعر می گوید یعنی اونس گرفتن به شعر را از خود کرده است. این بسیار مهم است. فصل تیرماه، مخصوصا فصل بهار، تیرماه، این دو فصل معجزه آسا، فصل باران ها است. فصلی است که باران با صدای خود، با نوحه خود خاطره های کهنه و جدیدی ما را بیدار میکند و به همین خاطر شعر نوبتی ما نوحه باران است. آزادگی چمن زی توست ای باران، خالی لب نسترن زی توست ای باران. در چلچل تو نکهت عطری چینیست، نازیدن یاسمن زی توست ای باران. بر قامت بی پیرهنی دال و درخت، گلدوزی و پیرهن زی توست ای باران. مردم گیهان روی به صحرا کردند، بی صبری مرد و زن زی توست ای باران. از نو به سرش خیال لیلی رفته است، از نو به سرش خیال لیلی رفته است، مجنونی بید من زی توست ای باران. تا تو نبودی آب نآمد بر جوی، تا تو نبودی آب نآمد بر جوی، خونی دل کوهکن زی توست ای باران. نجوای تو بر خاطره هایم جان داد، لرزیدن جان و تن زی توست ای باران. ای کاش که چون تو گریه ها می کردم، صد گریه بی سخن زی توست ای باران. شاعرتر و عاشقتری از منی دیوانه، دیوان غمی کهن زی توست ای باران. بزرگمهر بهادر از زمره جوانانی است که امروز در جاده شعر یک سبک تازه خود را دارد و باید گفت که امروز که شعر در زمان ما یک دامنی گسترده پیدا کرده است، مشکل است که در این ژانر، در این یک شعر خوب گفتن قوا آزمایی کرد. ولی بزرگمهر بهادر توانست که در همین شعر گفتن خوب، در یافتن ابرزهای تازه، در بدیعیت شعر، در سخن تازه یافتن موفق باشد. بزرگمهر بهادر که این کتابی که حاضر در دست ما هست، انبال ترنخواب، به نشر رسانید و در این کتاب یک قطار اشعار خود را که فراگیر موضوع روز هست و فراگیر انواع گوناگون شعری از قبیل شعر سفید و شعر عروضی آزاد و دیگر ژانرها هست، پیشکش خواننده گردید و در این البته ما یک چیزکای از جستجوهای بزرگمهر پیدا کرده توانستیم. امید است که آینده مثال این شاعر جوان با تلاش و کوشش هایی که دارد، یکی از راهروان همین راه دشوار و سنگین ولی بسیار معنوی و پایدار باشد. بزرگمهر یکی از قلمکشان جوان است که بیشتر به اشعار عالم شکوه نیاگان محبتی خاصه دارد. این نکته را می توان در ایجادیات او احساس نمود. یکی از چکامه های روان بزرگمهر در ستایش پدر شعر فارسی که در آن شاعر با صمیمیت از خدمت‌های در عرصه ادبیات و صنعت نموده استاد رودکی وصف نموده است. رودکی خونیاگر ممتاز آهنگ زبان، می نوازی با 100 عصر دیگر چنگ زبان. می تراود بوی گل از حرفهای چیدت، نام تو سرلوحه زیبای فرهنگی زبان.
رنگ و بوی واژه‌هایت را به هم انباشته، می کشد مانی دوران طرح ارژنگ زبان. هر زمان آینه چشم و دلت هم گر شکست، می زدایی با عصای عیسوی زنگ زبان. در خراسان بعد اعرابی زبان گمراه بود، یافتی راه خود از پیراهه تنگ زبان. ترک تازی برد 10 دیوان سامان را به باد، مان در دیوان تو محفوظ اورنگ زبان. بوی جوی مولیان تو از آن ملت است، الصلا خونیاگر ممتاز آهنگ زبان. پای باشد راه پیدا می شود، راه سوی ماه پیدا می شود. لذتی سیر و سفر از باد پرس، راه رو همراه پیدا می شود. راه مقصود از ازل هموار نیست، گاه گاه چاه پیدا می شود. مرد ره را دیگر است آب و هوا، چون که اشک و آه پیدا می شود. چون بلا ناگاه می آید به سر، بخت هم ناگاه پیدا می شود. شکریارت کن که در افسانه ها دلبری دلخواه پیدا می شود. بزرگمهر بهادر با همون جوانی خودش به خواننده مصلحت میدهد، یعنی چون تجربه های اندوخته است. فردوسی بزرگ میگوید همه کارهای جهان را در است و جز مرگ کان را در دیگر است. یعنی کار امشب روز از هر کس اگر سوال کنه میگه من پرابلم دارم، یعنی این همون در فردوسی بر معنای کار است. فردوسی بزرگ میگه همه کارهای جهان را در هست، گشوده می شود الا در مرگ. و برگرفته از همون نشأت، همون کیفیت، بزرگمهر بهادر میگوید نباید ناامید شد، یعنی باید از مسئله ها و مشکل های روز شکوه کرد، شکایت کرد، چون بسیاری ها عادت میکنن شکوه میکنن، شکایت میکنن. باید که پویا باید بود، باید که حرکت کرد، باید که رفت. وقتی که شما میروید راه پیدا میشود، راه که پیدا شد شما با اون راه رفتید منزل پیدا میشود، اون خط آخر پیدا میشود. لذت سیر و سفر از باد پرس، راه رو همراه پیدا می شود. یعنی وقتی که تو در راه زندگی هستی با دل پر، با تجربه لازم، با اون کولابوری که اندوخته می روی، حتما هم سفر نیست، هم دل نیست، هم راه نیست، در راه زندگی پیدا خواهد شد. راه مقصود از ازل هموار نیست، گاه گاه چاه پیدا می شود. هشدار هم می دهد، یعنی در این راه همه چیز هموار نیست، یعنی گاه چاه هست، گاه صد است، گاه سختی است. چون بلا ناگاه می آید بسر، بخت هم ناگاه پیدا می شود. چقدر زیبا است، چقدر زیبا است. وقتی که یک مشکلی سختی به سر انسان می آید، در حال انسان نباید دست دل بشوید. بسیار فاجعه های هم پیش می آید که از همون مشکلی ها خیلی های خود را به هر طرفی که مثلا غیر انسانی است میزنند، دست میدوزند، خودکشی میکنند، در آب خود را میاندازند. اگر شعر چنین خوانده باشند این کار را نمیکنند. برای ما هم آسان نیست شعری جاویدان گفتن، گفته یک شعر دارد و در اینجا علاکه تا اندازه بزرگمهر خود را میشناسد و حیثیت خود را نشان میدهد که یعنی ما در این جاده وارد شدیم ولی برای ما این آسان نیست و حتی تا جایی که سر هر واژه میخواهد فکر کند، اندیشه کند. سر هر واژه با تدبیر باید بود، هزاران بار از خود نارضا و طالب تحریر باید بود. یعنی از همین معلوم میگردد که بزرگمهر بهادر در مقدمه کتاب خود نشان داده است، گفته است که یعنی ما هنوز شعر ما هنوز تحریر طلب است و در این قول ما هم که وقتی میبینیم مطالعه میکنیم البته یک کم و کاسی های در شعر این جوانی نو را دیده میشود. خب ولی اقرار بودن از کمبودی های خود همیشه موفقیت یک نفر را نشان میدهد. موضوع مادر هم در اشعار بزرگمهر بهادر یک تازگی دیگری دارد، یک سخنهایی دارد که مثلا خود بهادر گفته است این را و ما میدانیم که این فقط سخن اوست، مثل که هر یک شاعر سبک خود را دارد. و در سایه نام یک شعرش که به مادرش بخشیده است از جمله
میگوید که از کجا آگاه بودم آن زمان، زیر نور آفتاب از من نهان. مادرم با تأسف می سوزد چنان، زین سبب بود است بویش بوی نام. ببینید که اینجا همین یک در سایه که از آفتاب مادر فرزند خودش احتیاط میکند، در همین جا یک آبرزی بسیار خوشرو آورده است. ساعتی مادری من خورشید است، ساعتی خانه ما ویران است. مادرم بی ساعت، مادرم بی تقویم، سرحسابی همه ای تاب و تبش میداند. از رهی رفتن و باز آمدنی شمس خدا، رفتن و آمدنی روز و شبش میداند. زی رقمهای سراپا موهوم، زی حسابی همه ای سود و زیان روز میلاد مرا میداند. ذاتن و فلسفه زندگی را میداند که برای دیگران زیستن است بی ساعت، بی تقویم. همچنان موی سرش روز و اسپید است، به دلش عقربکی امید است. ساعتی مادری من خورشید است. در بیشتر محلها از روی حرکت آفتاب که آن را مثال در قله کوه و یا در برابر یک درخت و یا در برابر یک سنگ معین کردن که با واسطه سایه در کجا این آفتاب رست می شود و ساعت چند شد، برای خودی همون محل این معلوم است و همین چیز رو به شعر کشیده است و موفق هم شده است. البته همین یک جستجوهای در همین سین خودی همین بزرگمهر هست که میتواند از تلاش و کوشش های اون در راه شعر نشانه. مادری ساعت مادری من خورشید است، او ساعت ندارد، او تقویم ندارد، او همیشه از روی آفتاب کار میکند. اکثر اشعار بزرگمهر را موضوعهای وصف و ستایش وطن، مادر، طبیعت نظرربای دیار، عشق و محبت، دوستی و رفاقت که واقعاً موضوعهای جاودانه ادبیات هستند تشکیل می‌دهند. و چنانه که خود او فرموده: بار غم‌های کهن را می‌کشم، داغ و درد کوهکن را می‌کشم، تا که روشن باد فردای وطن، رنج شب‌های سخن را می‌کشم. در میان سنگ ها آینه دارم ماندند، صاحبی آبی زلالم آبیارم ماندند. نام من از باستان در بیستون حق گشته است، کوهواره بیستون و استوارم ماندند. کار من تنها نبود شهرآفرینی شاعری، بارها در حرب و ضربی کارزارم ماندند. از سری صدها چو من دیوارها افراختند، غافل از احیای من سنگی مزارم ماندند. بس که صدها بار رفتم زیر دار از ننگ و نام، سرکش و سرزنده دار و سربدارم ماندند. تا که دنیا بشنود عکس صدایم را ز کوه، کوه ها را هم صدای و پاسدارم ماندند. تا که ایمن باشد از اغیار همخونان من، تاج خود در قله های کوهسارم ماندند. اساساً موضوعهای شعر بزرگمهر بهادر مثل که موضوعهای جاودانی هستند، مثل وطن، مادر، خب عشق وطن، عشق طبیعت، ولی باز هم گفتن در کار است که در همین موضوعهایی که ما گوییم اگر بسیارها شعرها گفته شدند و بسیارها سرودند، ولی باز هم پیدا کردن یک جذابیت، یک سخن تازه کار دشوار است، ولی در شعرهای بزرگمهر بهادر این احساس کرده می شود. چنان که وی می گوید: من آخر سوخت زاد آخرینم، مرا از آتش بیغش خبر کن. یعنی اون همه از تاریخی که از سوخت، از خوب گوییم از آتش سوخت ما خبر داریم، اینجا یک موضوع به خواننده یک نویگری پیشنهاد کرده می شود. یا که بزرگمهر بهادر درباره وطن که ما همه داستانها و قصه ها و شعرهای زیاد سروده ایم و در اینجا باز یک تازگی خود علاوه می کند و می گوید: وطن گویم زبانم آتشین است، زبانم در دهانم آتشین است.
اگر یک لحظه میهن نگویم خدای مهربانم آتشین است. یعنی در اینجا اونقدر محبت به وطن، اونقدر مهر در دل او هست که و به همین مضمون افاده کرده توانسته است. شعر هرگز یک دست نمیتواند باشد حتی از بزرگان، اما همین جا دیدن درخشی طلای اندیشه بسیار مهم است. این بر ما اطمینان میدهد که بگوییم این جوانان از جمله بزرگمهر بهادر در کار شعر به خاطر آبرویی که بگویند او شاعر است، متاسفانه خیلی ها بر همین مبنا که بگویند فلانی شاعر است و افتخار از نام شاعری داشته باشند شعر نمیگوید. یعنی او همون درد را، همون سوز را، همون نبض کلمات را احساس میکند. اگر شعر میگوید دنیای باطنی خود را در کلمه ها همچنان که یک نقاش با رنگ های گوناگون نقاشی میکند، این هم با رنگ کلمه ها نقاشی میکند و این نقاشی او عاشقانه است، بسیار عاشقانه است و از این رو نفس شعر در شعرهای او، در غزلهای او احساس می شود. روزشوکان این یک بازی است که در محلهای گوناگونی تاجیکستان با نام رستکان بازی یا خود بجاشوکان معروف است و رجوع کردیم به اون خاطرهای کودکی که عشق نخستین کودکی هم رابطه با آن دارد. تو از من می شدی پنهان، من از تو می شدم پنهان، مرا می یافتی مشکل، تو را می یافتم آسان. تو را هرگاه چون یابم پر از شور و شعف بودی، ز خرسندی و خنداخند تو گویی شاد کف بودی. مرا گفتی زینو بشمار، زینو چشمان خود را بند، همان بود آخرین آواز، همان بود واپسین لبخند. شمردم تا هزار و چند، کجا پنهان شدی ای یار، نمی یابم نشانت را پسی دروازه و دیوار. تو رفتی از برم ناگه و بازی های طفلانه، نمی یابم نشانت را پسی دروازه و دیوار. تو رفتی از برم ناگه و بازی های طفلانه، پر از عکسی صدا کردم در و دیوار و تخانه. ز دوری آمد این آواز، نرفتم من پسی دیوار، پسی آزارها رفتم پسی تقدیر بیزینهار. بزرگمهر سال جوانان را برای خود خیلی سال بابرار و خاطرمان می حسابد، زیرا او در این سال به چندین دستاوردها نائل گردیده صاحب یک قطار افتخارنامه و سپاسنامه ها، از جمله برای اشتراک فعالانه در محفل ادیبان جوان تحت عنوان گلبرگ نوروزی، اینچنین برای نشر مطالب جالب و اشتراک فعالانه در آزمون نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت پیرو پیشوا سرفراز گردیده است. سال 2017 که سال جوانان اعلان شده است بسیار با موفقیت ادامه دارد، زیرا محض در همین سال ما با عضویت اتفاق نویسندگان تاجیکستان پذیرفته شدیم و ما در یک حالت راستی اعضای اتفاق نویسندگان شدیم که بیشتر در اتفاق سیاست رفته شده است که اونها اون شاعر و نویسندگانی که آثارشان به طلبات ادبیات و عادی‌ترین شاید قاعده های ادبیات، قاعده های نظم و نثر جوابگوی نیست، از صفشان خارج کرده شدند. یعنی که یک نوع صفشان را از نفران ناآگاه یک نوع پاککاری کرده شدند و در همین سال و زمان به عضویت پذیرفته شدیم و مسئولیت بزرگ هم هست و در همین سال محض اصلا این به عضویت اتفاق پذیرفته شدیم ما من فکر میکنم محصول همان کورس کنفرانس جمهوریوی ادیبان جوان در ولایت سوخته است که محض از اونجا ما را پیشبری کردند برای عضویت و نهایت سال 2017 ما را به عضویت پذیرفتند. من فکر میکنم عضوی چنین یک سازمان با نفوذ ادبی شدن برای ما مسئولیت بیشتر را واگذار میکند، زیرا ما باز هم دقیقتر و عمیق‌تر احساس میکنیم که هر چیزی که ما می نویسیم بگذار و مقاله باشد، بگذار و یک شعر باشد و الکی مالی ما نیست، مالی مردم است و برای پیشبرد جامعه میتواند برای دیگرگون شدن افکار جامعه خدمت کند
به همین خاطر مسئولیت ما رو بیشتر میکند و خدمت‌های خاکسارانه ما رو در روزنامه جمهوریت و سابق مجله ماهنامه استقبال به نوبت گرفته ما رو با نشان سری سینگی اعلاچی مطبوعات تاجیکستان شرف یاب کردند. این هم البته مسئولیت است، هم افتخار است، هم مسئولیت است. بزرگمهر بهادر تلاش میکند که از تکرار سخن پرهیز کند و برای یک نفر شاعر نورا الکی در همین جوانی احساس کردن که چیزی تازه باید بگوید خیلی موفقیت است. تا آنجایی که من با نوشته های این دادر عزیز آشنا هستم، او در دو حالت قرار دارد. یک حالتی هست که دست و پای او را رسم و آیین‌های سنت شعر سنتی بسته نگاه می‌دارد و جای می‌کوشد این بند و بست را بشکند، مدرن‌تر نگاه کند. یعنی در میان دو جریان بسیار بزرگ قرار دارد و این بد نیست. بسیاریا میگن که یکی را باید انتخاب کرد. نه، تا ما از مکتب کلاسیکی نگذاریم، تا از شعر استاد رودکی، حافظ، عطار، مولانا، بیدل آشنایی نداشته باشیم، اون تجربه رو در ذهن خود زیر و رو نکنیم، زیر و زبر نشویم، در دنیای شعر مدرن ما میلنگیم. این لنگیدن هر نفس احساس می شود. اگر شعر مدرن رو میگیرد یا شعر سپید قوی و تازه با ما جلوه میکند، روح نشان میدهد، اون حتما تجلی باید از شعر کلاسیکی گرفته باشد. و بزرگمهر بهادر همین تجربه شعر کلاسیکی رو خوب می آموزد، خوب از بر میکند. وقتی که به نوشته هایش ما نگاه میکنیم، گاهی اگر در قالب های سنتی شعر گفته باشد، فضای ناخودآگاه مدرن در شعرهایش جلوه میکند، روح نشان میدهد. بزرگمهر بهادر برای خوب گوییم هر یک تولید شعر خودش خیلی زحمت میکشد، به غیر از آن که شبهای بیداری است برای شاعران. او همیشه کوشش میکند که خوب پیش از به خواننده رسیدن این شعرش و اول به خودش معقول باشد همون شعرش، یعنی یک شعر فرق داشته باشد از دیگر شعرها. و بزرگمهر برای اون که هر یک شعرش سوفته باشد رنده میکند شعرش رو، قافیه های خوب مییابد، قافیه ردیف و وزن های خاص دارد در شعرش که اگر در آینده اینها رو خوب تکمیل دهد، آموزد و کوشش کند که برای به دنیا آمدنی هر یک شعرش و یک خدمت خودش داشته باشد، البته به اون موفق می شود. در پشت تیریزه ها بهار است هنوز، در آینه چشم نگار است هنوز، یک عکس گل به میخکی دیوارم، پژمرده و مشتاق هزار است هنوز. بازی بکنم به طفلکانی کوچه، این بازی زندگی قمار است هنوز. رهپایی چو پاییدن راهی مرگ است، ما در سر راه انتظار است هنوز. هر لحظه چو صید است برای ساعت، با تیرچه ها پیشکار است هنوز. باران که تریزه دلم میکوبد، انگشت سپید و نرم یار است هنوز. بیدانه همسایه قفس را بشکست، در پشت تیریزه ها بهار است هنوز. در پشت تیریزه ها بهار است هنوز، در آینه چشم نگار است هنوز. و در همین شروع مصرع اول 100% تابع به همون سبک سنتی است، اما در مصرع دوم شروع نگاه مدرنیزم میشد. الکی شاعر کم کم میخواهد که نگاهش را بدیعتر، مدرنتر، امروزی کند. در آینه چشم نگار است هنوز. و این نگار یک شعر بسیار ظرفیت های نازک دارد. یعنی وقتی شاعر میگوید نگار هست، در ذهن اول در خاطر ما شاید محبوب یا معشوق از ذهن ما عبور میکند، میگذرد، اما اینجا بازی سخن است. و عمیق‌تر اگر نگاه بکنیم، در آینه چشم نگار است هنوز، یعنی هنوز خط و شکفته های نقش و نگاری بهار در آینه من جلوه میکند، هنوز از میان نرفته است. این معنی نزدیکتر است از آن اگر نگار بگوییم. و بعد اینجا شاعر
هرچی را که با هم گره میزند کلمه ها را و گاه رجوع به فلسفه زندگی میکند، همون زندگی را تشبیه میدهد که زندگی قمار است، یعنی یک نفر با یک نفر قمار بازی نمیکند. اینجا منظور شاعر با خود زندگی قمار بازیدن است، یعنی یا چنان باید با زندگی کنار آمد، یعنی قمار بازیدن با معنای هم زرنگ بودن، هوشیار بودن، یعنی بسیار ذکی بودن، دانا بودن است. اگر چنین نیست، زندگی نفر چنین را اگر نه هوشیار است، نه ذکی است، نه دانا است، در این قمار میبرد، یعنی انسان باخته می شود. همین معنی را شاید اگر عمیق‌تر اندیشه کنیم، هم بیت بلند بسیار استاد رودکی را به خاطر می آورد، میگوید این جهان پاک خواب کردار است، آن شناسد که دلش بیدار است. یعنی وقتی شما قمار با زندگی می بازید، دل بیدار داشته باشید. یعنی زندگی با خوابالود قمار نمی بازد، کاری ندارد. یعنی شما در حالت صورت با زندگی هستید، ولی زندگی با شما چیزی نمیدهد، یعنی از زندگی آنچه میخواهید نمیتوانید بگیرید. یعنی قمار بازیدن با زندگی که باید باز این واژه کلمه قمار عشق را که مولانا قمار میبازد، میگه این عشق قمار است برای من. چه میپرسه که شغلم چیست، میگویم چه مولانا، قمار عشق میبازم دیگر کاری نمیدانم. یعنی قمار عشق بازیدن و قمار زندگی هر کس جرأت ندارد، هر کس توان ندارد. یعنی آمادگی مخصوص میخواد تا انسان بتواند با عشق یا با زندگی قمار ببازد، چون این یا باخت است یا برد است. مطرب می گفت خسرو را که ای گنج سخن، علم موسیقی ز جنس نظم نیکوتر بود. هر پیروزی، هر زیبایی، هر خوشگویی پیوستگی با موسیقی دارد و شعرهای بزرگمهر از جانب سرایندگان موفق تاجیک در شکل سرود پیشکش مخلصان گردیده است و واقعا وقت موسیقی صدا می دهد اندوه فرار می کند. دوشنبه پای تختم شهر گل هاست، دوشنبه شهر دخترهای زیباست. دوشنبه پای تختم شهر گل هاست، دوشنبه شهر دخترهای زیباست. بسا دلنامه ها اینجا نوشتن، دوشنبه شهر دلهای مبراست. بسا دلنامه ها اینجا نوشتن، دوشنبه شهر دلهای مبراست. دوشنبه 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 شهر دلهای مبراست. دوشنبه درگه صلح و امانی، بخارا شهر ارمانی ثانی. دوشنبه درگه صلح و امانی، بخارا شهر ارمانی ثانی. بهین عنوانی این شهری محبت، جوانی و جوانی و جوانی. بهین عنوانی این شهری محبت، جوانی و جوانی و جوانی. جوانی 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 و جوانی و جوانی. به دخترکم منیجه تو آمدی و گوش ما پر از نوای الله شد، صدای گریت از آن مردمی محله شد. فدای دستکان سبز تو که از بهشت آمدند، فدای چشمکان نغز تو خدا سریشت آمدند. فرشته دخترم همای بخت بر سرت، گلی نگاه تشنه مهری من بریزد از سر و برت. به جست و باز من چی تحفه آورم به مادرت، که چیز و کس نبوده در جهان برابرت.
و فال بخت من به نیک فالی آمدی، چی پاک و بیغبار و لایزالی آمدی. اگرچه هم به دست خالی آمدی، برای زندگی بهانه پر شده، ز مهر و مهربانی خانه پر شده. لبان من که وقتی زادنت ز حرف مانده بود، ز هیچ شادی نیست اندر این جهان و از ترانه پر شده. لبان مادرت ز غنچه های شکر شکرانه پر شده، و چوبی کاوارت شکفته از جوانه پر شده. تو آمدی و گوش ما پر از نوای اله باد، صدای خندت از آن مردمی محله باد. تو آمدی، تو آمدی. اگر که عزم کند، خوب غیرت کند، بزرگی میتواند در این جاده شعر زیبا گفتن، شعر بهترین گفتن کامیاب باشد. چون که ما میدونم او خیلی زحمت میکشد، جستجو میکند، ولی باز هم من میخواستم که در این راه سنگینه که پیش او ایستاده است و باید از تمام مشکلات ها، از تمام مانعه ها نترسیده پیش رفت. ذره خورشید آوردم به خود، پیش چشمان شما منظور بود. اکنون این ذره خورشید آوردن یک شاعر جوان که پیش چشم خواننده منظور می شود، تمنا می شود که بگذار همین ذره خورشید و یک آفتاب مبدل شود و بزرگمهر بهادر و در برابر او دیگر بزرگمهرها و دیگر شاعرهای جوان ما که این راه سخت و سنگین را پیش گرفتند و خود از این آگاه هستند، آرزو می شود، تمنا می شود که در کار خود موفق باشند و برنده همین راه باشند و ادامه دهنده کار بزرگان باشند، موفقیت همین ادبیات ما باشند. آرزو میکنم که بزرگمهر بهادر چراغ سخن نیاگان را که امروز پروانه اندیشش در آن دور میزند، با کلام خود، با سخن خود فروزانتر، رفشنتر و گرمتر خواهد کرد. برای شعر آسان نیست باری شاعر بردن، برای نسل فردا واژه‌های نادر بردن، و از این عصر تا آن عصر باری خاطر بردن. بزرگمهر این استعداد فوق‌العاده را پیوسته با کوشش و تلاش و صبوری ها پرورش می کند. او می خواهد برای نسل فردا از خود واژه‌های نادر و از این عصر تا عصرهای دیگر باری خاطر را انتقال دهد. ما در این راه پرمشقت برایش تحمل و کامیابی های بی‌نظیر را تمنا داریم.